به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستای گرامی، آیا ما آماده‌ایم که رمضان را استقبال کنیم؟ یعنی استقبال کردن رمضان معنی ندارد که مثلا یخچال‌ها یا به اصطلاح خلدینک‌های ما پر باشد یا انبارهای ما پر باشد تو اینکه در این ماه گرسنگی خود را بگاهی جبران کنیم، بلکه هدف از این آیا قلب ما و دل ما و سیرت ما آماده هست که رمضان را استقبال کند یا نه؟ یعنی چقدر انسان‌ها هستن که در حسرت رمضان وفات کردن، چقدر انسان‌ها هستن که شاید در این چند روزی که مونده است رمضان را دریافت نمیکنن، شاید بعضی نیمه رمضان را دریافت میکنن، نیمه دیگرش را دریافت نمیکنن. لیکن سوال مهم این است که آیا رمضان‌های گذشته ما مقبول درگاه بود یا نه؟ مهم آیا استقبال رمضان با عمل‌های ظاهری است فقط، یعنی با ختم و صدقه قرآن و تراویح و دیگر عمل‌ها، یا اینکه استقبال با دل و با قلب است؟ گاهی میشد که انسان‌ها رو می‌بینیم که ختم می‌روند، تراویح می‌رن، نماز می‌خونن، نفل می‌خونن، صدقه می‌دن، لیکن عمل اونها به نزد خدای تعالی برداشته نمی‌شود. مشکلی در چی است؟ مشکلی در اون همسایه‌اش است که با همسایه‌اش جنگی است یا قهری است یا کینه دارد یا آلودگی دارد یکم بین اونها، یا بگم خیشش یا بگم همکارش یا بگم انسان رفیق دیگرش. این سبب می‌شود که روزه او با آسمان برداشته نشود. آیا قلب ما آماده است که نساسش یا به اصطلاح پمپش خوب کار کنه تا که عمل ما رو به آسمان برد؟ یعنی به اصطلاح آیا صورت اون چنانی که صورت و مظهر ما در رمضان صرف میکنیم، مثلا در عبادت و ختم قرآن و تراویح و دیگر، آیا دل ما نیز همین قدر در بالای دل خود اینقدر کار میکنیم یا نه؟ سوال مهم همین است. فقه روزه عکس آسان هست که به اصطلاح بگیم سوال میتونیم که ما وقتی غرغره میکنیم یک قطره آب بگیریم رفت، روزم چی میشود؟ یکیش میگه که بینیم دارو چکاندم روزم چی میشود؟ گوشم دارو چکاندم روزم چی میشود؟ اما چیزی مهم اینجا این تقوا هست، این تازه کردن دل است در ماه رمضان. الله تعالی وقتی روزه رو برای ما فرض کرد گفت لعلکم تتقون، باشد که شما تقوادار باشید. نگفت که لعلکم تجوعون لعلکم تعطشون، نگفت که گشنه مانید که شاید که شما گشنه مانید، شاید که شما تشنه مانید، بلکه تقوا را الله تعالی ما گوشزد کرد. و پیامبر علیه السلام نیز وقتی که درباره تقوا گفتن تقوا در دل است، به سینه‌شون 3 بار اشاره کردن که التقوا ها هنا التقوا ها هنا. یعنی روزه اساسی باید در دل باشه. یعنی اگر خواهیم که روزه ما مقبول الله تعالی باشد، استقبال رمضان رو به طور خوب استقبال کنیم، باید که اول دل خود را با عفو و گذشت و با آشتی شدن با اون شخصانی که ما با اونها کینه داشتیم و دل ما آلودگی داشت، با اونها شروع کنیم. حالا هم فرصت هست، 1 روز است، 2 روز است، باید روزه خود را به همین طور این ماه را به آشتی، با همدیگر فهمی، با گذشت کردن از عیب یکدیگر شروع کنیم تا اینکه ماه مبارک برای ما باشد. زیرا که انسانی که قاطع رحم است، انسانی که با خویشاوندش علاقش کنده است، با رفیق و دوستاش علاقه کندگی دارد، انسانی که با همسایه‌هاش کندگی دارد، علاقش کنده است، با اونها علاقه ندارد، جنگی است، عملی ما برداشته نمیشود. این انسان الله تعالی میگه که من کسی که با خویشش کنده میکنم من با وای کنده میکنم، اون چیزی که خدا کنده کرد کسی پیوست کرده نمیتونه. بنابراین باید که اول رمضان را با دلهای خود استقبال کنیم. خدا این رمضان مبارک گرداند و دلهای ما را از چیرکنی و از آلودگی الله تعالی پاک گرداند و این رمضان را برای ما رمضان شادی و خرسندی و سبب بخشش گناه‌ها گرداند. السلام علیکم و رحمت الله.